سلام، نیلوفر حسن‌پور هستم. در این بخش می‌خوایم ابتدا یک صفحه جدیدی رو باز کنیم. وارد قسمت نوار ابزار بالا میشیم. گزینه فایل نیو داکیومنت رو انتخاب می‌کنیم. این پنجره برای ما نمایش داده میشه که داکیومنت پرزنت پرونده پیش تنظیم شده هستش که دیفالتش رو میذاریم روی همون پیش‌فرض بمونه. اینتنت نحوه یا حالت خروجی یا هدف طراحیمون میخوایم در قالب پرینت باشه، وب باشه یا موبایل. number of pages تعداد صفحات پرونده یا سندمون. start page تعیین شماره گذاری صفحه. facing pages انتخاب نمایش صفحات به صورت چپ یا راست. page size انتخاب صفحه کاغذمون رو انجام میدیم. orientation موقعیت قرارگیری صفحمون که میخوایم تو حالت افقی باشه یا عمودی. columns تعداد ستون بندیمون هستش که انتخاب میکنیم چند تا ستون در یک صفحه قرار بگیره. گاتر فاصله بین ستونمون هستش که اگر 3 ستون داشته باشیم فاصله بین ستون رو 5 قرار میدیم و بین 2 ستون فاصله رو 7 میلیمتر قرار میدیم. مارجنز حاشیه سفید دور مطالبمون هستش که تاپ میشه حاشیه بالای صفحه 30 میلیمتر قرار میدیم. باتوم پایین صفحه 23. اینساید حاشیه عطفمونه میذاریم روی 15. اوتساید خارج صفحمونه میذاریم روی 20. بلید اند اسلاگ در مرکز چاپ برای برش لبچین یا لب بر منطقه خارج از کادر اصلی که قابل چاپ هست از بلید استفاده می‌کنیم. برای اسلاگ هم که در واقع زواید خارج از کادر اصلیه که ممکنه توسط چاپگر چاپ بشه یا نشه که بیشتر برای درج اطلاعات صنعت مثل نوار رنگ، تاریخ، شماره، فرم‌های چاپی و غیره که برای لیتوگرافی یا چاپخونه ها کاربرد دارد. گزینه اوکی رو فعال می‌کنیم.